به نام خدا، ما این جلسه قرار هست طی هولوش تقریبا 4 ساعت گفتگویی داشته باشیم در مورد پیشبینی متغیره اقتصادی با الگوهای یادگیری ماشین و هوش مصنوعی. هم در مورد تاریخچه می‌خوایم صحبت کنیم، هم در مورد ایده‌های مختلف، هم در مورد کاربردها. یه مسیری رو طی می‌کنیم. مسیر ما تقریبا 4 تا بخش داره. اول می‌خوایم یه سری کلیات رو مطرح کنیم، ببینیم مثلا چیزی که به اسم هوش مصنوعی داریم ما در موردش صحبت می‌کنیم چه کمکی می‌خواد ما بکنه. بعد در مورد الگوهای یادگیری ماشین مقدار صحبت می‌کنیم، کل چارچوب رو می‌بینیم چگونه هست و چه چیزهایی اصلا یادگیری ماشین بیشتر اطلاق میشه. بعد میریم سراغ یه سری الگوهایی به عنوان شبکه‌های عصبی و اینها رو به عنوان بیس موضوع هوش مصنوعی می‌خوایم ببینیم چگونه کار می‌کنه. گریزی میزنیم به الگوهایی که پشت همین الگوهایی که ازشون دارید استفاده میکنید، دیپسیک، نمیدونم کیوین، چت جی پی تی، کلاود، همه اینهایی که افراد به شکل تخصصی یا غیر تخصصی استفاده میکنن، پشتش چی میگذره؟ وقتی پشتش بدونیم شاید بهتر بتونیم استفاده کنیم و در نهایت از همه اینها استفاده میکنیم برای پیشبینی متغیرهای اقتصادی و بعد یه جمع‌بندی خواهیم داشت. اول بریم سراغ کلیات و تعاریف. هدفمون رو تشریح کردیم. می‌خوایم با این الگوها آشنا بشیم در گام بعدی برای پیش بینی. توی این مسیر همونطور که عرض کردم هم الگوهای یادگیری ماشین بحث کلاسیک رو خواهید داشت، هم الگوهایی که بیشتر بهش میگن AI، الگوهایی که توی AI داره استفاده میشه، هوش مصنوعی، یعنی کاملا ماشینی میکنه که خودش حتی تصمیم گیری بکنه. در مورد اونها صحبت میکنیم و بعد یک کیس استادی هایی خواهیم داشت و بعد جمع‌بندی و دورنمای آینده. بحث از اینجا شروع کنیم. آن چیزی که در علم وجود داره برای تبیین و پیشبینی از بیش از میتونم بگم چیزی در حدود 8 دهه پیش رگرسیون بوده. هم علمای علم آمار هم اقتصاد سنج ها از این ابزار خیلی استفاده کردن. یه سری متغیر مستقل یا توضیحی بود، میمدن از این استفاده میکردن برای اینکه پیش بینی کنن یک متغیر. حالا چارچوبشون اگر یک پیش بینی فقط در چارچوب پیش بینی اگر میخواستن صحبت بکنن، یه سری متغیرهای ریل و الگوهای خطی ساده و مرکب استفاده می‌کردن، اون چیزی که تحت عنوان رگرسیون چند متغیری یا مرکب شما می‌شناسید. اگه می‌خواستن احتمال استفاده بکنن و پیدا بکنن، از الگوی لوجستیک استفاده می‌کردن یا یه سری الگوهای دیگه. ولی چارچوب کلی چیزی هست مثل همینی که اینجا داریم می‌بینیم. یک مراحلی هم داره، همون چیزی که سر کلاس اقتصاد سنجی ما می‌خونیم. اول داده‌ها رو جمع‌آوری می‌کنیم، یه مدل مرتب می‌کنیم، بعد متغیری که باید به عنوان پیش بینی کننده باشن بر اساس نظریه ما اینا رو احصا میکنیم، در کنارش یه سری متغیرهای کنترلی هم میاریم، بعد تخمین میزنیم الگو رو، ضریب رو محاسبه میکنیم و بعد نگاه میکنیم ببینیم الگومون چقدر قدرت داره. از آردو یه سری شاخصهای دیگه استفاده میکنیم و بعد برای پیش بینی از این استفاده میکنیم. مثلا فرض کنید یه شرکت بخواد ببینه که هزینه‌های تبلیغات رو فروشش چه تأثیری داره. یه سری مشاهده جمع آوری میکنه، بعد میده به نرم افزار منطقش رو بلدیم، روش مثلا MLE یا OLS، چنین فرمولی برای ما تخمین میزنه. بعد از این فرمول ما میتونیم برای پیش بینی استفاده کنیم. مثلا اگر هزینه تبلیغات بشه 7 میلیون تومان که تا حالا مشاهده نکردیم، مقدار فروشمون چقدر میتونه باشه؟ اصلا این معادلمون جاگذاری انجام میدیم، میشه 12.6 مثلا میلیارد تومان. اگر 10 میلیون هزینه تبلیغاتمون باشه چقدر میشه؟ بیشتر، 16.8 میلیارد تومان. خب این الگوی پیش بینی ساده خوبی است، میتونید الان متغیرهای متعددی بهش اضافه کنید. اما طی زمان چیزی در حدود 4 دهه گذشته این سوال مطرح شد که فقط متغیرها مهم نیستن، متغیرهای دیگر رو بخوایم ببینیم. این همبستگی‌ها هم توی داده‌ها مهمن. گذشته خود متغیر هم مهمه، گذشته سایر متغیرها هم مهم هستن. از اونها هم باید استفاده کنیم. این شد که الگوهای کلاسیک سری‌های زمانی مطرح شدن. AR، MA، آرما، آریما، ساریما. و بعد سوال این شد که اینها
کمک کردن بهتر بتونیم پیش بینی کنیم. خب این که همه رو با هم دیگه بخوایم همه الگوسازی‌ها رو به شکل همزمان انجام بدیم، خب میتونه کار رو بهتر بکنه. الگوهای همزمان مطرح شدن در چارچوب سری‌های زمانی که به شکل وکتور اتوریگرسیو میدیدیم و به این میگیم وار، الگوهایی که میتونیم چند تا متغیر رو همزمان الگو بکنیم و کل سیستم رو یک جا بتونیم الگو سازیش انجام بدیم. یا بعداً گفته شد که حالا اگر ما وکتور اتوریگرسیو بخوایم ببینیم، شاید لازم باشه یه سری متغیرهای کاملا اگزوژنیسی هم استفاده بکنیم، کاملا برونزان، با وقفاشون کار نداریم، همون دوره اتفاق افتاده. مثلا تحریم یه متغیر برونزاه، با قبلش کاری نداریم، الان اتفاق افتاده. این چه تأثیر داره؟ اینا رو به عنوان متغیرهای برونزا تحت عنوان X انتهای الگو اضافه میشه. بعد الگوها تکامل پیدا کرد، الگوهای تصحیح خطا مطرح شد. بعد الگوهای طی دهه اخیر، یکی دو دهه اخیر بیشتر باب شدن تحت عنوان الگوهای استیت اسپیس. خب همه اینها میخواستن کمک بکنن که ما بهتر پیش بینی بکنیم. حالا سوالی که باش مواجه هستیم، این هستش که اینا چقدر قدرت پیش بینی داشتن و تحت چه شرایطی میتونن خوب پیش بینی کنن، به چه رقبایی میتونن داشته باشن که ما از اونا بخوایم استفاده کنیم برای پیش بینی. پس اینا تحت فروزی میتونن بسیار خوب عمل بکنن. با خیلی از اینا فعلا شاید آشنا نباشیم، حداقل هر کدوم از اینها، هر مجموعه مثلا سمت راست روش‌های کلاسیک حداقل 3 واحد شاید نیاز داشته باشه و روش‌های پیشرفته هر کدوم از آیتم ها میتونن یه درس جداگونه‌ای باشن. به خصوص الگوهای استیت اسپیس پیشرفت‌های بسیار عجیبی داشتن طی یک دهه گذشته و شاید تو چند واحد درسی اصلا مطالعه بشن. اما همه اینها تحت شرایطی عمل میکنن و تحت شرایطی شاید خوب نتونن کار بکنن اون شکلی که ما انتظار داریم. از جمله به خاطر موضوعاتی که در خصوص همبستگی‌های بلند مدت مطرح میشه. خیلی از این الگوها همبستگی‌های بلند مدت رو نمیتونن بررسی بکنن، به اصطلاح حافظه کوتاه مدت داره. بعضی پدیده‌ها امکان داره بعد دوره‌هایی به یک باره اتفاق بیفتن، بعد دیگه اتفاق نیفتن. و باید یک الگو یک حافظه، یعنی یک توانی داشته باشه. مثل شما اگر یه واقعی برای شما اتفاق افتاده باشه، در یک منظره زیبایی اگر یک دوره‌ای دیده باشید، بعد یک بار دیگه به اون سمت میرید، یادمون منظره زیبا میافتید، یا برعکس چیز دیگری. اگر نزدیک یک هشداری بشید که قبلا تجربه کردید، سریعا ذهنتون فعال میشه و احساس میکنید که قبلا اینجا که من میرفتم این اتفاق افتاده، هوشیار خواهید شد. یعنی حافظه دارید شما، حافظه بلند مدت. اما خیلی از الگوهای اقتصاد سنجی اینگونه نیستن، حافظه‌هاشون کوتاه مدت هست. به جز اون قسمت آخری که عرض کردم که البته پیچیدگی‌هایی داره، عمده الگوهای اقتصاد سنجی حافظه بلند مدت نداره. همبستگی‌ها رو خیلی پیچیده نمیتونن الگو بکنن و عمدتاً حافظه‌ها رو کوتاه مدت میتونن الگو کنن. پس ما لازم هست که به یک نگرش دیگه‌ای فکر بکنیم. چارچوب فکریمون رو تغییر بدیم. ابزارمون رو یه مقدار سعی بکنیم که گسترده‌تر کنیم، از چارچوب‌های دیگه استفاده کنیم. به اضافه این بحث همبستگی که مطرح کردم، موضوعات دیگه‌ای هم هست. توی دیتا نویز خیلی زیاد میتونه مشکل ساز باشه. بعضی از الگوهای سری زمانی میتونن به نویزها و روابط غیر خطی حساسیت زیادی داشته باشن و اون پیشبینی که ما انتظار داریم تحقق پیدا نکنه. همه اینها باعث شد که رویکردی تحت عنوان ماشین لرنینگ و هوش مصنوعی که در علوم دیگری مثل علوم کامپیوتر متولد شده بود و رشد پیدا کرده بود، در موضوعات پیشبینی از جمله پیشبینی در اقتصاد هم استفاده بشه. بیایم یه مقدار در مورد این کلمات صحبت کنیم. AI چیه؟ ML چیه؟ یا DL چیه؟ هوش مصنوعی خب کلا در مورد دانش داره صحبت میکنه که ما بتونیم از طریق اون خیلی از فانکشن هایی که یک انسان انجام میده رو محول بکنیم به شکل خودکار اون موجودیت برای ما انجام بده. اون وسیله‌ای که ما ساختیم، یا بهتر بگیم اون الگویی که ما داریم میسازیم. اما خب این خیلی تعریف گسترده‌ایه. یه مقدار دقیق‌تر بخوایم مطرح بکنیم، میگیم یه سری تکنیک‌هایی هستن کاملا میتونن
کارهای مربوط به دیتا رو عمدتاً بر ما ساده بکنه. ما به اینا میگیم ML، ماشین لرنینگ. البته تفاوت خیلی زیادی در ادبیات بین ML و AI وجود نداره. الگوهای اخیر عمدتاً به AI مصطلح هستن. الگوهای قدیمی بیشتر به اصطلاح بهشون میگن ماشین لرنینگ. حالا چی هستن بعداً صحبت میکنیم. و یک موضوعی که طی تقریباً یک دهه اخیر مطرح شد، بیشتر باب شد، بحث یادگیری عمیق. یادگیری که سعی کرد ماشین رو به نحوی در بیاره که مثل انسان عمل بکنه. بیشتر در موردش بعداً الگوشو می‌بینیم و صحبت می‌کنیم. خب حالا چه مزایایی این یادگیری ماشین داره یا AI چه مزایایی داره؟ همون نکاتی که تو قسمت قبل گفتیم، اون نواقصی که وجود داشت اینجا باید تکمیل بشه. می‌خوایم الگوسازی غیر خطی انجام بدیم. یه سری جاها امکان داره الگوهای ما توی اقتصاد سنجی بیش برازشی داشته باشن، یعنی تا الان خوب بتونن توضیح بدن، از اینجا به بعد آینده رو خوب نتونن پیش بینی بکنن. همش پیش بینی‌های خیلی پرتی بخوام بدن. خب ماشین لرنینگ کمک میکنه که ما بتونیم اینا رو از طریق تکنیک‌های مشکلش رو کاهش بدیم. چیزی که حالا خیلی خاص توی یادگیری ماشین روش تمرکز میشه، کار با ابعاد بالای دیتا هست. ما تو روش‌های اقتصاد سنجی بسیار توانمند هستن، اما در کار با دیتای خیلی بالا شاید عملکرد لازم رو نداشته باشن. یعنی وقتی شما با های فرکانسی دیتا کار میکنید، دیتای لحظه‌ای، اون انتظار رو نمیتونید داشته باشید که با دیتای سالانه کار میکنید، با دیتای ماهانه کار میکنید. دیتای لحظه‌ای نویز بسیار بالایی داره. خب این هوش مصنوعی ماشین لرنینگ کمک میکنه با الگوریتم‌های مختلفی که مطرح شده اینها رو بهتر الگوسازی بکنه. به اضافه یک سری نکاتی که توی اقتصاد سنجی عملاً توان استفادهش نیست. ما یه سری داده‌هایی داریم که میشه استفاده کرد ازش، ولی توی اقتصاد سنجی به ندرت و به سختی میشه استفاده کرد. مثل تصاویر ماهواره‌ای. میخوان در مورد اقتصاد یک کشور، در مورد تولیدات و رشد یک کشور بخوان صحبت بکنن، یه سری تصاویر ماهواره‌ای دارن، تغییرات رو داره نشون میده، تغییرات اقلیمی و چیزهای از این دست. ولی خب اینو نمیتونید به راحتی شما الگوسازی اقتصاد سنجی انجام بدید. شدنی قطعاً، ولی با مشقت خیلی زیاد و کارایی هم به اندازه‌ای که ما فکر می‌کنیم نیست. و خیلی داده‌های دیگه مثل داده‌های تکستی، داده‌های شبکه‌های اجتماعی، این که شما تکست می‌کنید، توییت می‌کنید، پست‌های مختلفی تو اینستا می‌ذارید، اینا خب میتونه تو پیش‌بینی کمک بکنه. تو اقتصاد سنجی خیلی راحت نیست استفاده از اینها، به شکل دامی یا چیزهای از این دست استفاده می‌کنیم، ولی خود تکست ما اینجا می‌تونیم برای پیش‌بینی استفاده کنیم. بس خیلی دایره کارمون گسترش پیدا کرد به خاطر اینکه می‌تونیم از مجموعه‌ای از دیتا استفاده کنیم که در کارهای اقتصاد سنجی به راحتی نمیشه استفاده کرد. و نکاتی که بیشتر الان در خصوص هوش مصنوعی صحبت می‌کنم، ما هم طی کار می‌خوایم در موردشون صحبت بکنیم، تفسیر پذیری الگوهاست. اگه 2 دهه پیش در خصوص روش‌های ماشین لرنینگ صحبت می‌کردید، به شما میگفتن ولش کن، اونا جعبه سیاه هستن، بلک باکس هستن، ما اصلا نمی‌دونیم تو دلش چی می‌گذره. فقط پیش‌بینی به ما میده. پیش‌بینی‌هاش هم عمدتاً خیلی از واقعیت دور هست. 2 دهه پیش تقریباً این گونه بود. توان بالایی داشتن ولی تو داده‌هایی که انسان یک طرفش بود، اوورفیت میدادن. در مورد تک تک این واژه‌ها قرار است ما اسلایدهایی ببینیم و با هم در این صحبت بکنیم. اما الان دیگه این گونه نیست. خیلی‌ها روی همین موضوع کار کردن و خیلی از الگوهای هوش مصنوعی ماشین لرنینگ الان تفسیرپذیر هستن. یعنی تو دلش رو میتونید بخونید ببینید چه اتفاقی افتاده. ما در حیطه‌های مختلف اهداف مختلفی داریم. در حیطه پیش‌بینی، تصمیم بهینه و درک روابطی که توی الگوها و دیتا هست ولی با چشم قابل تشخیص نیست. ما از هر کدوم از اینها طی حالا الگوهای اسلاید بعدی سریع‌تر بیارم بهتر متوجه میشیم که چگونه می‌خوایم از اینا استفاده کنیم. 3 تا حیطه کلی من اول مطرح می‌کنم، بعد جایگاه این ارائه رو خواهم گفت. ما یه یادگیری تحت نظارت داریم که یک زیر مجموعش میشه رگرسیون که عمدتاً برای پیش بینی استفاده میشه. یک یادگیری بدون نظارت داریم که خوشه‌بندی و کاهش ابعاد و تحلیل حساسیت بازار و اینکه مثلا سنتیمنت آنالیز که میگن، درک احساسات، مثلا میخوام ببینن وضعیت مثلا جامعه نسبت به فلان سیاست چگونه هست. اینا رو تکستا رو میان آنالیز میکنن تحت چارچوب یادگیری بدون نظارت.
و یک چارچوب، یک دسته دیگه یادگیری تقویتی هست، RL Reinforcement Learning. این هم یه شاخه دیگه است که تو تصمیم بهینه کمک میکنه. اینکه ربات‌ها چگونه کار میکنن کلا با این تکنیک هست. کل ربات‌هایی که کار میکنن تکنیک اصلی که پشتشون هست RL هست، Reinforcement Learning. چیزی که امسال جایزه تورینگو به کسانی که تو این زمینه فعالیت زیادی داشتن دادن به خاطر اهمیت این هیته. برای اینکه شما الگوریتم بخواید بنویسید برای ترید کردن از این هیت استفاده میکنید. اما آن چیزی که ما میخوایم تو این جلسه صحبت بکنیم بحث یادگیری تحت نظارت هست و بحث رگرسیون. با بقیه هیتا کاری نداریم فعلا. میخوایم دقیق صحبت بکنیم که بتونیم بعداً استفاده هم بکنیم. مهمترین چالشی که تمامی این الگوها دارن و به صورت خاص اون روش رگرسیونی که ما برای پیش بینی توی چارچوب هوش مصنوعی ماشین لرنینگ می‌خوایم استفاده کنیم، یه مشکلی دارن، عارضه‌ای دارن تحت عنوان آور استیمیشن، یا بهش میگن آور فیت. یعنی دیتا از گذشته تا الان وقتی از این الگو استفاده میکنید فوق‌العاده خوب جواب میده، شاید اصلا فیت 100% نزدیک 100% هم بهتون بده، ولی از اینجا به بعد که پیش بینی میکنید عملکرد بسیار ضعیفه. این موضوعی که داریم میبینیم الان توی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و پیش بینی سهام خیلی بابه. الان تو خود ایالات متحده هم این مطرح هست که اون صندوقایی که میان از این الگوریتم استفاده میکنن اگر یه سری به اصطلاح استانداردهایی نداشته باشن بیشتر فقط پول افراد مختلف رو جمع میکنن و الان تو عملکرد خیلی قوی نیستن. خب اینو چگونه کنترل کردن تو علم AI و چگونه ازش استفاده میکنن؟ یکی از اون کارهایی هست که باز باید در موردشون صحبت کنیم. الان میخوایم یه شاخه اصلی رو باز بکنیم که عمدتاً به این شاخه تحت عنوان ML ماشین لرنینگ اطلاق میشه و یه شاخه مهمی از هوش مصنوعی هست.